حالا بچه چت ادامه با آموزش قاطی کردن اکلیس فرنج. بچه ما زیاد قاطی نمی کنیم چون که یه نیم کیلو قاطی داریم. خب بچه ها بریم سراغ آموزش. بچه ها این فرنج این اکلیله. بچه ها آموزش تهیه کردنش رو بذارم و بریم قاطی کردن. بچه ها اکلیل رو میتونید برید از رنگ فروشی ها تهیه کنید. رنگ فروشی ها همشون دارن اکلیل رو، همشون دارن اکلیل رنگ فروشی ها، بریم بدون میدن. سرنج هم از اتاریا یا از باسلام میتونه بخرید، هر دوتاشو میشه از باسلام خرید، ولی خب دیگه چیزی که اتاریا میفروشن یه چیز دیگه هست. خب بچه ها ویدیو رو استوب میکنیم، بریم اینا رو باز کنیم و بریم سراغ آموزش. خب بچه ها آماده شد این اکلیل محصول. خب بچه ها موادی که لازم دارید برای قاطی کردن دو هست. یه قوطی یکم رو بالاتر میدم، یه قوطی یه دونه قاشق فقط آهنی نباشه، ما خریم آهنی میاریم. قوطی رو توش قوطی خالی باشه، توش هم قبلا قاطی کرده باشین مهم نیست. و شما الان میخوایم یه چیز میزون درست کنیم. یه قاشق سرنج توش روی یه قاشق، دو میان سه تا. حالا یکی اکلیل، یکی دیگه اکلیل. بچه این رو قشنگ ریختید، مواد رو بچه قشنگ رفته توش. بچه مواد با هم ترکیب نشده. بچه ها الان در قوطی رو میبندید، در قوطی رو که بستید تقریبا یه 5 دقیقه همطوری هم میزنید. ما ویدیو رو استوب میکنیم مطلش. خب بچه ها ما الان یه 5 دقیقه است که تکون دادیم، بالا بگیریم بردم. بچه ها یه چند ثانیه 10 ثانیه ما میسید که قشنگ اکلیل بشینه زمین که بخار نکنه، چش دونه در بیاره. خواهشم این از این من میارم بیرون بردم. آنگاه این طور رنگی باید بگیره، دید بچه ها این طور رنگی بچه ها این طور رنگی که گرفت یا با فریزر میارید نامه فریزر که آوردید بچه ها سر ته میکنیم توش میترس. بچه وقتی که خالی کردیم توش اینا موادی که ما در ساعتیم. بچه این مواد الان یه 25 گرمی هست و این خیلی مواد عالی هست. حالا بچه یکم اکلیلش کم که من یکم اضافه میکنم که باعث میشه صداش کمی تیز بشه. من صدا تیز بشه دوست دارم، خیلی تاثیر داره. بچه اینجا دیگه نکنید تو قوطی که اینطوری دیگه شما اینطوری تکون بدید، اینطوری تکون بدید که بشه قاطی بشه. اینطوری قاطی کردید نمیشه هم با این قاشق هم کار انجام بدید، ولی با قاشق کمی خطرناک. بچه‌ها این آموزش قاطی کردن اکلیل اگر خواستید که من آموزش پیچیدنش هم که براتون بذارم، تستش هم بذارم براتون،
آموزش خریدم براتون بذارم چه جنسی بهتره. اگر خواستید حتما تو کامنت ها بگید. این ویدیو بالای 50 تا لایک بخوره من این ویدیو رو میسازم. کامنت هاشم باید 50 تا بخوره. بچه تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدار.